تغییر زمان اتفاق میفته که خودت بخوای، نه از کسی بخوای که خودش شاخ و برگ نداره. سایه نخوا ازش، نداره به تو بده. تو سایه دار شو، تو پربر شو، پر میوه شو که سایه داشته باشی یکی دیگر رو در بر بگیری. پس چی جوری؟ با ثبات و پافشاری روی ارزش‌های درست. شاخه‌ای که برگ نداره سایه به تو نمیده، خودش نیازمند سایه. کسی که مدام میخواد تو رو تغییر بده این اصلا نمیدونه داستان چی، جهان هستی رو نفهمیده، نمیدونه نمیشه کسی رو کنترل کرد. اگر من دارم یک نفر رو تغییر میده به زور میخوام یک کار کنم که سر موقع بیاد سر موقع بره، این کارو بذاره کنار، اون اخلاقشو بذاره کنار، دارم جایگاه خودم رو از دست میدم، هیچ نتیجه‌ای نمیگیرم، چون دارم برخلاف قوانین جهان حرکت میکنم، برخلاف قوانین عزت نفس حرکت میکنم.